سلام، اسم من نفسه. از سنت جانز کانادا به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم در مورد دخل و خرج زندگی در سنت جانز صحبت کنیم. چرا میگم در سنت جانز؟ به خاطر اینکه خرج و مخارج به 1001 دلیل، از جمله مثلا تکس، خرید مواد غذایی، قیمت متفاوت بودن مواد غذایی با بقیه شهرها متفاوته. قبل هر چیزی بگم که این ویدیو برای شماییه که میخواین بیاین و میخواین در جریان هزینه ها باشین. در نتیجه ما یه سری موارد و مثل ماشین در نظر نمیگیریم. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه وقتی در مورد خرج و مخارج فکر میکنیم اجاره خونه است. اگه یه خونه کامل رو بخواین رنت کنین، هزینهش بین 1000 تا 2000 دلار میشه و اگه یه اتاق بخواین رنت کنین 700-800 دلار میشه. هزینه اینترنت وقتی اون اولش بخواین اینترنت بگیرین واسه خونه 60 دلاره اگه اشتباه نکنم، همین حدوده. حالا یه ذره این ور اون ورتر همه هزینه هایی که بهتون میگم، به خاطر اینکه با اون کمپانی که میخواین ازش اینترنت بگیرین که یا بله یا راجرزه، باهاشون که صحبت میکنین بهشون میگین که آقا من دانشجوام، در نتیجه یه پلن دانشجویی بهتون میدن که هزینهش از بقیه پلنای نرمال کمتره. اینجا اینترنت اینطوریه که پول سرعتش رو شما میدین، حجمی نیست که مثلا مثل ایران حجم بخرین که مثلا چه میدونم 1 ترا بخرین 2 ترا بخرین حجمش تموم شه. نه، اینجا صرفا اصلا اینترنت تموم نمیشه. در نتیجه دانشجویی 60 دلاره، ولی حالا مثلا یه سال دانشجوییتون، یه سال تحصیلیتون که تموم شد، 2 سالش که تموم شد، میانگین بخوای بگیریم مثلا 80 دلار. حالا ما این 60 دلار رو فعلا در نظر میگیریم. یه چیزی هم در مورد سرعت اینترنت بهت بگم. اینترنتی که ما در حال حاضر داریم سرعتش 50 مگابایته. به ما میگفتن که شما 2 نفرین، زندگی مثلا بر پایه اینترنت داره میگذره، مثلا ویدیو کال دارین، چه میدونم مثلا یوتیوب میبینین، مثلا درس و مشقای من هست که با اینترنت سر کار داره. بعد سرعت 50 مگ کمه و همزمان اگه بخواین 2 نفرتون با اینترنت کار کنین سرعت اینترنت خیلی میاد پایین و نمیتونین کار کنین و اذیت میشین. در نتیجه شما 1 گیگ سرعت 1 گیگ رو بخرین و ما گفتیم که نه، سرعتش به نظر خیلی هم خوب میاد، به خاطر اینکه ما توی ایران با سرعت کیلوبایت هم دست و پنجه نرم کردیم دیگه. 50 مگ خیلی عالیه و شاید باورتون نشه واقعا سرعت خوبیه و همزمان ما مثلا دانلود داریم، ویدیو کال داریم، یوتیوب هست، مثلا همه کارا رو که همزمان بکنی مشکلی نیست. کی این قضیه به چشم میاد؟ سرعت کم زمانی که مثلا تو واسه PS5 میخوای بازی دانلود کنی، اونجا این سرعت یه ذره اذیت میکنه، یکم زیادی طول میکشه، ولی بقیه موارد همه چی اوکیه. در نتیجه مثلا با همون هزینه کمتر هم شما یه اینترنت خوب و با یه سرعت منطقی رو دارین. اون اولش که شما تشریف بیارین، ماشین که ندارین، در نتیجه باید پول اتوبوس بدین که یه کارتی هستش، شما اون کارت رو میگیرین به اسم کارت متروباس و راید داره. میتونین دونه ای این رایدا رو بگیرین که دونه ای $2.5. 10 تا رایدی داره که 25.5 دلاره و پلن دانشجویی داره که 275 دلاره و پلن ماهیانه میتونین بگیرین و این پلن دانشجویی و ماهیانه اینطوریه که هر چقدر بخواین دیگه میتونین استفاده کنین، رایداش تموم نمیشه. میرسیم به قسمت سخت ماجرا، به قسمتی که یکم هزینه بیشتری داره توی ما، خرید مواد غذایی. قطعا تعداد شما توی خرجی که میکنین در ماه تاثیرگذاره و مثلا رژیم غذاییتون تاثیرگذاره. اگه 1 نفر هستین یا 2 نفر هستین، 3 نفر هستین، خب قاعدتا هزینه‌تون میره بالاتر وقتی تعدادتون بیشتره.
ولی به طور میانگین من داشتم نگاه میکردم، مثلا ما 2 نفریم، مثلا شما $140 در نظر بگیرین تا مثلا $400-500، حالا $500 زیاده، تا $400 که میانگین بخوای بگیری، این وسط مثلا میشه $300. که خب این هزینه که دارم بهتون میگم هم توی ماه باز متغیره، به خاطر اینکه مثلا تو یه ماه گوشت میخری، مرغ میخری، بعد ماه دیگهش ممکنه نخری. خب ممکنه اون میزان گوشت و مرغی که خریدی به اندازه مثلا 2 ماهت جوابگو باشه، در نتیجه ماه بعدی که بخوای بری خرید دیگه مثلا $300 هزینه نمی‌کنی، مثلا چه می‌دونم $200 هزینه می‌کنی، مثلا $180 هزینه می‌کنی. یه چیز دیگه ای هست که چیزای همینجوری که شامل خیلی چیزا هم میشه، یعنی تو مثلا یادداشت که بکنی این هزینه ها، تو متوجه میشی چقدر پول داری به چیزای بیخودی و کناره میدی که لازم هم هستا ولی اسمی نمیشه روش گذاشت. در نتیجه واسه اونم مثلا تو $300 در نظر بگیر. اگه مشروب میخوری یا سیگار میکشی اونم بخیر هزینه داره دیگه، ماهی مثلا نمیدونم، بازم بستگی به شخص شما داره که چقدر واسه این قضیه میخواین خرج بکنین. ولی مثلا اونم حالا ما توی این محاسباتی که داریم انجام میدیم مثلا $40 در نظر میگیریم که البته $40 مثلا مشروب میگم $40. یه چیز دیگه که هست اضافه میشه به این قضیه که ممکنه البته ماهای اول شما نخواین این کار بکنین، با اینکه میتونین این کار رو بکنین، گوشیه. شما از ماه اول، از روز اول رسیدنتون به اینجا میتونین گوشی بخرین، ولی خب ممکنه دلتون نخواد گوشی بخرین. ولی به طور کلی گوشی رو اگه بخواین مثلا آیفون بگیرین با پلن اینترنتش شاید مثلا بشه $80-90. بازم یکم این ور اون وره دیگه، به خاطر اینکه من نمیدونم در نهایت مثلا آخرین مدلی که اومده مثلا چند میشه با اینترنت. خب اینا کلیاتی بود که من فکر میکنم واسه شما میتونه سوال باشه، در نتیجه در موردش صحبت کردم. ولی اگه موردی هست که من توی این ویدیو بهش اشاره نکردم شما کامنت بذارین، من جواب کامنتتون رو میدم. و اینکه مرسی که همراه هستین، همراهی شما واقعا باعث دلگرمیه. ممنون که ویدیو رو لایک میکنین، کامنت میذارین و واسه کسایی که این ویدیو رو لازم دارن شیر میکنین. ممنونم، میبینمتون تو ویدیو بعدی. خدافظ.